روایت امروز درباره نویده. مردی که شب فرارش از مانوس فکر میکرد فقط چند دقیقه با آزادی فاصله داره تا اینکه صدایی از پشت سرش همه چیز رو عوض کرد. بارون اونقدر شدید میبارید که نوید به سختی چند متر جلوترش رو میدید. لباساش به بدنش چسبیده بود. پای راستش نزدیک زانو درد میکرد و هر بار که قدم برمیداشت کفش خیسش بیشتر توی گل فرو میرفت. تا چند ثانیه قبل صدای نفسهای حامد پشت سرش بود. سنگین و بریده اما هنوز نزدیک. نوید چند بار بدون اینکه برگرده گفته بود فقط یک کمه دیگه، آروم بیا، ولی نایست. اما حالا دیگه هیچ صدایی نمی اومد. نه صدای قدمی و نه نفس زدنی و نه حتی صدای افتادن کسی روی زمین. نوید ایستاد. برای چند لحظه فقط صدای بارون بود و حشره هایی که انگار از همه جای جنگل صداشون می اومد. خیلی آروم برگشت و زیر لب گفت حامد. جوابی نیومد. یه قدم به عقب برداشت که ناگهان نور یه چراغ قوه از بین درخت‌ها رد شد و درست چند متر جلوتر از پاش روی زمین افتاد. نوید خودش رو پشت تنه یه درخت کشید و نفسش رو حبس کرد. صدای خشخش بیسیم از دور شنیده میشد. بعد صدای چند قدم که روی گل نزدیکتر میشد. نمیدونست حامد افتاده، پنهون شده یا شاید دوباره گرفتنش. فقط میدونست اگه برگرده شاید همه چیزی که براش خطر کرده بودن همونجا تموم بشه. و اگه فرار کنه ممکنه نزدیکترین آدم زندگیش رو وسط تاریکی جا بذاره. اما برای اینکه بفهمیم نوید چطور به اون شب رسید، باید برگردیم به حدود 2 سال قبل. به شبی که هنوز فکر میکرد خطرناکترین قسمت سفرش رد شدن از دریاست. نوید 28 سالش بود که از اندونزی سوار قایقی شد که قرار بود اون و چند نفر دیگر رو به استرالیا برسونه. قایق از بیرون قدیمی به نظر می رسید، اما مردی که مسافرها رو سوار می کرد مدام می گفت همه چی تحت کنترله. می گفت این مسیر رو بارها رفتن و فقط باید آروم باشن و به حرف خدمه گوش بدن. نوید از همون لحظه اول فهمید هیچ چیز تحت کنترل نیست. تعداد آدم‌ها خیلی بیشتر از چیزی بود که قایق میتونست تحمل کنه. بعضیا حتی جایی برای نشستن نداشتن. بوی سوخت، عرق و استفراغ توی فضا پیچیده بود. با این حال هیچ کس پیاده نشد. همه برای رسیدن به اون قایق چیزی رو فروخته بودن یا کسی رو پشت سر گذاشته بودن. پیاده شدن یعنی قبول کردن اینکه همه چیز تموم شده. ساعتهای اول دریا آروم بود. چند نفر زیر لب دعا میخوندن و یه مرد جوان افغان عکس 2 از دختر کوچیکش رو به بقیه نشون میداد. یه زن ایرانی مدام میپرسید چند ساعت دیگه مونده. هیچ کس جواب دقیقی نداشت. اما همه با جمله‌های مبهم همدیگر رو آروم میکردن. رسیدیم دیگه، چیزی نمونده، آخراشه. نیمه‌های شب موتور قایق برای اولین بار خاموش شد. چند دقیقه بعد دوباره روشنش کردن. اما صداش عوض شده بود. لرزش قایق بیشتر شده بود و هر بار یه موج بزرگی می اومد و بدنه رو با صدای خشک و ترسناک به آب می خورد. یکی از خدمه داد زد همه سر جاشون بمونن. اما خودش چند بار با وحشت رفت سمت عقب قایق. کمی بعد آب از یه قسمت وارد قایق شد. اول چند نفر سعی کردن با ظرفای پلاستیکی آب رو بیرون بریزن. بعد موجی اومد که بخشی از وسایل و 2 نفر از مسافرها رو پرت کرد کف قایق. صدای فریادها رفت بالا. مردی که چند ساعت قبل میگفت همه چی تحت کنترله، حالا فقط داد میزد بشینید و تکون نخورید. نوید از اون لحظه چند بار از مرگ ترسیده بود، اما هیچ وقت مرگ رو انقدر نزدیک ندیده بود. زن کنار دستش محکم دستش رو گرفته بود و ول نمی‌کرد. یه نفر وسط تاریکی افتاد توی آب. چند نفر سعی کردن بگیرنش، اما موج بعدی تصویرش رو از بین برد. نوید فقط یه دست دید که چند ثانیه بالای آب موند و بعد ناپدید شد. وقتی نور یه شناور از دور دیده شد، بعضیا شروع کردن به گریه کردن. همه فکر کردن نجات پیدا کردن. نویدم همین فکر رو میکرد.
وقتی کشیدنش بالا و یه بطری آب دستش دادن، برای اولین بار بعد از چند روز لبخند زد. هنوز نمیدونست این نجات قرار نیست اون رو به استرالیا برسونه. چند روز بعد نوید از پشت شیشه یه ماشین فقط آب، درخت و حصارهای فلزی رو میدید. اسم جایی رو شنیده بود که قبل از اون حتی روی نقشه هم پیداش نکرده بود. جزیره مانوس. بعضیا هنوز میپرسیدن کی به استرالیا منتقل میشیم. جوابها کوتاه و مبهم بود. بعدا مشخص میشه. فعلا باید منتظر بمونید. همین فعلا ها نزدیک 2 سال طول کشید. زندگی توی مرکز مانوس شکل عجیبی داشت. روزها خیلی طولانی بودن، اما ماها بدون اینکه کسی بفهمه چطور میگذشتن. صبحها با گرما و صدای آدمای شروع میشد که برای غذا، درمان یا یه جواب ساده صف میکشیدن و شبها هم با پشه و رطوبت و بیخوابی و صدای آدمهایی که دیگه نمیتونستن فشار این سکوت رو تحمل کنن. بعضی روزها نامه‌ای میرسید و همه دور صاحب نامه جمع میشدن، حتی اگه نامه برای خودشون نبود. خبر خوب یه نفر چند ساعت بقیه رو امیدوار میکرد و خبر بد همون یه نفر کل بخش رو ساکت میکرد. بدترین حالت هم وقتی بود که هیچ خبری نمیرسید. چون رد شدن درد داشت، اما ندونستن انگار هیچ پایانی نداشت. نوید توی ماهای اول سعی کرد خودش رو با نظم نجات بده. ساعت خوابش رو مشخص میکرد، اتفاقها رو مینوشت و اسم آدمهایی که درخواست درمان داده بودن. میدونست امروز چه کسی دارو گرفته و چه کسی چند هفته است منتظر جوابه. چه کسی بعد از گرفتن یه نامه دیگه با هیچ کس حرف نمیزنه. این کارا اول به بقیه کمک میکرد. وقتی کسی چیزی رو فراموش میکرد نوید یادش بود. وقتی کسی تاریخ مراجعه پزشکیش رو نمیدونست، نوید توی دفترچش رو نگاه میکرد و برای خودش هم این یه حس کوچیک امنیت میساخت. انگار همه چیز رو ثبت میکنه و چیزی از دستش در نمیره. وقتی شرایط اینجوری بود میتونست خودش رو از یه بلا تکلیفی نجات بده و بیشتر دووم بیاره. اما این نیازش به کنترل کردن یه دلیل دیگه هم داشت. چند ماه بعد از ورودش نوید توی هماهنگ کردن یه اعتراض آروم نقش داشت. قرار بود چند نفر توی روز مشخص درخواست‌هاشون رو تحویل بدن و تا وقتی جواب نگرفتن از جاشون تکون نخورن. برنامه نه خطرناک بود و نه خشونت‌آمیز. اما قبل از اجرا همه چیز لو رفت. چند نفر رو جداگونه بردن و ازشون سوال کردن و یکی از اونها هم برای مدتی از بخش دور موند. نوید هیچ وقت نفهمید چه کسی حرف زده بود. شاید یکی از روی ترس، شاید هم کاملا اتفاقی. اما از اون روز به بعد یه قانون برای خودش ساخت. هرچی آدمای کمتری همه چی رو بدونن، احتمال خراب شدنش کمتره. اون قانون بعدها نجاتش نداد. فقط باعث شد به یه آدم اشتباهی شک کنه. حامد رو همون ماهای اول شناخت. حامد 33 سالش بود. برخلاف خیلیا سعی نمی‌کرد همیشه قوی به نظر برسه. وقتی خسته بود میگفت خسته است. وقتی میترسید با یه شوخی بد ترسش رو پنهون میکرد. وقتی هم کسی نیاز داشت حرف بزنه به جای نصیحت کردنش فقط گوش میداد. اولین بار وقتی به هم نزدیک شدن که نوید بعد از گرفتن یه نامه تمام شب رو روی تخت نشست و با هیچ کس حرف نزد. حامد چیزی نپرسید. فقط کنار تختش نشست و یه لیوان آب گذاشت و تا نزدیک صبح همونجا موند. نگفت همه چی درست میشه و نگفت قوی باش. فقط نرفت و کنارش موند. از اون شب رابطه‌شون کم کم شکل دیگه گرفت. موقع غذا یکی از اونها بخشی از سهمش رو برای اون یکی کنار میذاشت. اگه یکی دیر میرسید، اون یکی بدون حرف سهمش رو نگه میداشت و یه شوخی خصوصی هم بینشون بود. هر وقت کسی با اطمینان درباره آینده حرف میزد، حامد آروم به نوید میگفت ایشون حتما برنامه هفته بعد رو هم دیده. و بعدش هر دوتاشون با هم میخندیدن. توی یکی از بازرسی‌ها یک نگهبان یه تکه کاغذ و یه خودکار اضافه زیر تخت نوید پیدا کرد. قبل از اینکه نوید چیزی بگه، حامد جلو اومد و گفت کاغذ مال اونه و برای نوشتن نامه پزشکی نگهش داشته. نگهبان کاغذ رو گرفت، چند تا حرف تند زد و رفت. بعد نه نوید تشکر کرد و نه حامد منتی گذاشت.
فقط شب موقع غذا نوید سهم بزرگتر را هل داد سمت حامد. اما نشونه‌های بیماری حامد از همون موقع وجود داشت. خیلی واضح نبود. فقط بعضی وقتا وسط راه رفتن می‌ایستاد و دستش رو می‌ذاشت روی سینه‌اش. وقتی نوید نگاهش می‌کرد لبخند می‌زد و می‌گفت پیر شدیم اینجا. گاهی هم شبها بیدار می‌شد و آروم نفس می‌کشید تا کسی متوجه نشه. یه روز نوید دید حامد قرصش رو با ناخن نصف می‌کنه. پرسید چرا نصفش کردی؟ حامد گفت که بیشتر بمونه. نوید گفت اینجوری که نمیشه. حامد جواب داد خیلی چیزا اینجا نمیشه ولی هر روز انجامشون میدی. نوید میدونست حال حامد خوب نیست اما خودش رو قانع کرده بود که هنوز وقت دارم. فکر میکرد بالاخره درخواست پزشکیش بررسی میشه. بالاخره یه نفر جدیش میگیره. بالاخره یه راه درمان پیدا میشه. همون بالاخره که همه توی مانوس باهاش زنده میموندن. عمر چند ماه بعد وارد جمع کوچیکشون شد. یه مرد سودانی حدوداً 30 ساله، بلندقد و کم حرف. بیشتر از این که حرف بزنه گوش میداد. درباره گذشته‌اش چیز زیادی نمیگفت و وقتی کسی سوال شخصی میپرسید با یه جمله کوتاه جواب رو تموم میکرد. نوید از همون اول با عمر راحت نبود. نه به خاطر اینکه عمر کار مشخصی کرده. بیشتر به این خاطر که هیچ وقت نمیشد فهمید توی سرش چی میگذره. گاهی چند ساعت ناپدید میشد و وقتی برمیگشت توضیحی نمیداد. گاهی با کارکنان محلی حرف میزد و وقتی نوید نزدیک میشد گفتگوشون رو تموم میکرد. با این حال عمر کم کم بخشی از جمعشون شد. شبهایی که 3 نفری کنار هم میشستن و درباره غذاهای کشوراشون بحث میکردن، حامد با جدیت میگفت هیچ غذایی توی دنیا به قرمه سبزی نمیرسه. عمر میگفت غذایی که این همه سبزی توش ریخته باشن قابل اعتماد نیست. نوید هم میگفت تو اول یه بار امتحانش کن بعد توهین کن. همین لحظه های کوچیک باعث میشد برای چند دقیقه فراموش کنن کجا هستن. بعد صدای بسته شدن یه در، نور یه چراغ یا اعلام اسما دوباره همه چیز رو یادشون می آورد. ژوزف یکی از کارگرهای محلی بود که برای تعمیرات و کارهای خدماتی وارد بخش شد. مردی حدوداً 40 ساله، کم حرف و کاملا محتاط. توی ماهای اول تقریباً هیچ ارتباطی با نوید نداشت. فقط گاهی موقع کار نگاهشون میکرد و اگر کسی سوالی میپرسید طوری جواب میداد که نه بی احترامی بشه نه براش دردسر درست بشه. اولین گفتگوی جدیشون وقتی شکل گرفت که ژوزف مشغول تعمیر یه وسیله بود و از نوید خواست برای چند لحظه ابزارش رو نگه داره. وسط کار پرسید ایران خیلی دوره؟ نوید گفت از اینجا همه جا دوره. ژوزف چیزی نگفت. اما چند ثانیه بعد پرسید خانوادت اونجان؟ نوید فقط سرش رو تکون داد. اعتمادشون از همین سوالهای کوچیک شروع شد. یه بار نوید فهمید یه نگهبان داره میاد سمت محل کار ژوزف و بدون اینکه چیزی بگه ابزار رو سری داد دستش. یه بار هم ژوزف چیزی رو که دید میتونست گزارش کنه اما خودش رو زد به ندیدن. هیچ کدوم دربارش حرف نزدن اما هر دوشون فهمیدن طرف مقابل کاملا بی تفاوت نیست. نوید از مدتی قبل یک دفترچه کوچیک داشت. توش تاریخ بعضی از اتفاقها رو مینوشت. وضعیت آدم‌هایی که درخواست درمان داده بودن رو ثبت می‌کرد و جمله‌های کوتاهی از آدم‌هایی مینوشت که می‌ترسیدن داستانشون هیچ وقت از جزیره بیرون نره. بیشتر اسم‌ها کامل نبودن. بعضی‌ها فقط با یه حرف مشخص شده بودن. یه صفحه درباره مردی بود که ماه‌ها برای درد شدید منتظر معاینه مونده بود. یه صفحه دیگه درباره کسی بود که بعد از گرفتن جواب پروندهش دیگه با هیچ کس حرف نمیزد. چند صفحه هم درباره حامد بود. تاریخ مراجعه‌اش به دکتر، قرصایی که نصف می‌کرد و شب‌هایی که نفسش بند اومده بود و درخواستایی که هیچ وقت جوابی نگرفته بودن. دفترچه قرار نبود دولت‌ها رو سرنگون کنه. هیچ راز سیاسی بزرگی هم توش نبود. فقط قرار بود ثابت کنه پشت هر شماره پرونده یه آدم وجود داره که درد داره. میترسه و یه گذشته‌ای رو پشت سرش گذاشته. یه روز ژوزف در حالی که وانمود میکرد مشغول کاره خیلی آروم گفت چند روز دیگه یه نفر میاد شهر. از طرف کلیساست. با آدم‌های بیرون جزیره ارتباط داره. نوید اول چیزی نگفت.
نمیدونست این خبر واقعیه یا دارن واکنشش رو امتحان میکنن. ژوزف ادامه داد: فقط یه مدت کوتاه اینجاست. شاید یه روز، شاید هم کمتر. اگه چیزی داری که باید بیرون بره، این تنها فرصته. نوید پرسید: خودت میتونی ببری؟ ژوزف سریع جواب داد: نه. بعد اطرافش رو نگاه کرد و با صدای پایین‌تری گفت: من زن و بچه دارم. کارمو از دست بدم، فقط خودم نیستم که آسیب میبینم. نویدم بهش فشار نیاورد. همین باعث شد ژوزف چند روز بعد دوباره بیاد سراغش. این بار گفت رابطه کلیسا میتونه نوشته ها رو تحویل بگیره، اما هیچ راه رسمی برای ملاقات وجود نداره. اونا باید خودشون رو به یه نقطه بیرون از کنترل مرکز برسونن. وقتی نوید موضوع رو با حامد و عمر مطرح کرد، چند دقیقه هیچ کس صحبتی نکرد. حامد اول پرسید: اگه برسونیمش بعدش چی؟ نوید گفت: شاید هیچی. شاید فقط یه نفر بالاخره بخونه و بدونه که اینجا چه خبره. عمر پرسید: اگه نرسیم چی؟ نوید جواب آماده‌ای نداشت. ژوزف برای شرایط اضطراری یه راه ساده پیشنهاد داد. یه جای مشخص تو مسیر کار روزانش که همیشه بعضی از وسایلش رو اونجا میذاشت. نه مخفیگاه حرفه‌ای بود و نه جای عجیبی. گفت اگر نوید نتونست به محل تماس برسه، دفترچه رو همونجا بذاره. صبح روز بعد ژوزف طبق معمول برای کارش از اونجا رد میشد. اما حتی خود ژوزف هم مطمئن نبود لحظه آخر جرأت کنه دفترچه رو برداره. یه روز به نوید گفت: من قول نمیدم. نوید پرسید: پس چرا آدرس رو گفتی؟ ژوزف چند لحظه ساکت موند و جواب داد: چون شاید اون لحظه کاری رو بکنم که الان جرأتش رو ندارم. فقط چند روز تا اون فرصت مونده بود. نوید، حامد و عمر شروع کردن به هماهنگ کردن کارها. اما نوید طبق عادت همیشگیش همه جزئیات رو به هر دوشون نمیگفت. فکر میکرد این کار برای امنیت خودشونه. عمر چند بار گفت بهتره همه بدونن که اگه مشکلی پیش اومد باید چیکار کنن. نوید جواب داد: هر کس فقط همون چیزی رو بدونه که لازمه. عمر نگاهش کرد و گفت: آخرین بارم همین کارو کردی نه؟ نوید فهمید عمر درباره اعتراض قبلی شنیده. با سردی جواب داد: آخرین بار مشکل این بود که زیادی میدونستن. همون روز حامد وسط راه رفتن تعادلش رو از دست داد و برای چند ثانیه به دیوار تکیه کرد. نوید سریع رفت سمتش و گفت: حالت خوبه؟ حامد دستش رو کنار زد و گفت: فقط سرم گیج رفت. نوید پرسید: قرصاتو خوردی؟ حامد گفت: آره، اما نگاهش رو از نوید دزدید. اون شب حامد برای اولین بار پیشنهاد داد برنامه رو چند روز عقب بندازن. گفت شاید حالش بهتر بشه. نوید جواب داد: فرصت رابط کلیسا از بین میره. حامد گفت: شاید یه فرصت دیگه پیدا بشه. نوید عصبانی شد و گفت: 2 سال داریم با این شهدا زندگی میکنیم. حامد دیگه چیزی نگفت، اما از اون شب رفتارش عوض شد. گاهی بیشتر از حد معمول ساکت میشد و گاهی با شنیدن صدای نگهبانا دور و برش رو نگاه میکرد. یه بارم یه پتوی تمیز و غذای اضافه بهش دادن. وقتی نوید پرسید از کجا آورده، گفت یکی از کارکنا داده. عمر از گوشه اتاق فقط نگاهشون میکرد. روز بعد یه دفعه محل زندگیشون رو بازرسی کردن. بازرسا اتفاق تازه‌ای نبودن، اما این بار سوالها دقیق تر بود. بعضی از وسایل رو زیر و رو کردن و چند تا تکه کاغذ معمولی رو هم بردن. چیزی که بیشتر از همه نوید رو ترسوند گم شدن یکی از یادداشت‌هایی بود که فقط به زمان تقریبی برنامه اشاره داشت. نوید مطمئن نبود یادداشت رو پیدا کردن یا خودش قبلا جابجاش کرده، اما همین که مطمئن نبود کافی بود تا ذهنش بره سراغ بدترین احتمال. کمی بعد نوید عمر رو دید که کنار یکی از ساختمان‌ها با یک کارمند حرف میزنه. وقتی نوید نزدیک شد، اون کارمند رفت و عمر چیزی نگفت. نوید پرسید: درباره چی حرف میزدین؟ عمر گفت: یه موضوع شخصی. نوید گفت: موضوع شخصی تو الان میتونه مشکل همه ما باشه. عمر چند ثانیه نگاهش کرد و گفت: هر چیزی که نمیدونی خیانت نیست. نوید جواب داد: هر چیزی که پنهون میکنی هم بی خطر نیست. همون شب عمر برای چند ساعت ناپدید شد.
کسی نمیدونست کجاست. حامد گفت شاید بهتر صبر کنن تا برگرده و توضیح بده. اما برای نوید صبر کردن یعنی فرصت رو به کسی دادن که شاید نقشه رو فروخته. نوید تصمیم گرفت زمان خروج رو جلو بندازه. شبی که قرار نبود برنامه رو اجرا کنن. یه دفعه‌ای شد تنها فرصتشون. تصمیمش رو از اول فقط به حامد گفت. حامد با نگرانی پرسید عمر چی؟ نوید گفت اگه پیدا شد درست قبل از رفتن میفهمه. حامد چند لحظه ساکت موند و بعد گفت شاید عجله کردن بدترش کنه. نوید با عصبانیت گفت تو هم فقط از صبح میگی صبر کنیم. چی شده؟ حامد نگاهش رو پایین انداخت و گفت هیچی. فقط نمیخوام کسی آسیب ببینه. این جمله باید نوید رو متوقف میکرد. اما نکرد. عمر نزدیک غروب برگشت. خیس عرق بود و یه بسته کوچیک دستش بود. بدون توضیح بسته رو داد به حامد. چند تا قرص توش بود. نوید پرسید از کجا آوردی؟ عمر گفت مهم نیست. نوید گفت برای من مهمه. عمر جواب داد برای حامد مهمتره. وقتی عمر فهمید قرار برنامه همون شب اجرا بشه مخالفت کرد. گفت شرایط بیرون عوض شده و نیروهای محلی بیشتر از قبل رفت آمد دارن. نوید پرسید از کجا میدونی؟ عمر جواب نداد. همین سکوت آخرین چیزی بود که نوید برای بی‌اعتماد شدنش بهش احتیاج داشت. با این حال عمر گفت همراهشون میاد. نوید پرسید چرا؟ عمر گفت چون شما بدون من حتی نمیدونید کجا دارید میرید. نوید نمیدونست این حرف کمک بود یا تهدید. بارون کمی بعد از تاریک شدن هوا شروع شد. نه اونقدر شدید که برنامه رو لغو کنه، اما به اندازه‌ای که زمین لغزنده بشه و دیدشون کم بشه کافی بود. 3 مرد توی سکوت حرکت کردن. هیچ کس درباره احتمال شکست چیزی نگفت. حامد از همون اول کندتر از بقیه بود. نوید چند بار مجبور شد سرعتش رو کم کنه. عمر یه بار زیر لب گفتم امشب خوب نیست. نوید جواب نداد. حالا دیگه برگشتنم به اندازه ادامه دادن خطرناک به نظر می رسید. چند دقیقه بعد نورهای از دور دیده شد. صدای بیسیم می اومد. نه عملیات بزرگی بود و نه محاصره نظامی. اما رفت آمد نیروها عادی نبود. یکی از مسیرهایی که قرار بود خلوت باشه زیر نظر بود. نوید به عمر نگاه کرد. برای چند ثانیه مطمئن شد شکش درست بوده. گفت تو میدونستی؟ عمر جواب داد گفتم نرو. نوید گفت چون خودت همه چی رو گفته بودی. عمر فرصت نکرد جواب بده. صدایی از فاصله نزدیکتری اومد. هر سه تاشون مجبور شدن مسیرشون رو عوض کنن. تاریکی و بارون و گل باعث شده بود هیچ کدوم دقیق ندونن اون یکی کجاست. حامد یه بار افتاد و نوید کمکش کرد که بلند شه. چند لحظه بعد نور یه چراغ قوه روی درختای نزدیک افتاد. عمر به نوید و حامد اشاره کرد که به راهشون ادامه بدن. خودش چند قدم رفت سمت یه مسیر دیگه. نوید بازوش رو گرفت و گفت کجا؟ عمر دستش رو آزاد کرد و گفت برو. قبل از اینکه نوید دوباره چیزی بپرسه، عمر توی جهت مخالف حرکت کرد. چند ثانیه بعد صدای شکستن یه شاخه بلند شد. نورها برگشتن سمتش. عمر دیگه سعی نکرد پنهون بمونه. طوری دوید که انگار میخواست حتما دیده بشه. صدای فریاد چند نفر بلند شد. توجه ها از نوید و حامد دور شد. بعد صدای برخوردی اومد و چند لحظه بعد دیگه صدای عمر شنیده نشد. نوید همونجا فهمید تمام این مدت به آدم اشتباهی شک کرده. عمر فرار نکرده بود. خودش رو نشون داده بود تا بقیه دیده نشن. اما حتی فرصت نداشت از اشتباهش خجالت بکشه. حامد چند متر جلوتر روی زمین نشسته بود و دستش رو روی سینه‌اش فشار میداد. نوید کنارش زانو زد و گفت بلند شو باید بری. حامد سرش رو تکون داد و گفت 1 دقیقه. نوید گفت 1 دقیقه وقت نداریم. حامد سعی کرد بلند بشه اما پاهاش دیگه جون نداشت. نوید بازوش رو انداخت دور شونه حامد و کمکش کرد که راه بره. چند دقیقه توی سکوت جلو رفتن. صدای نیروها هنوز از دور می اومد اما معلوم نبود هنوز دنبال عمرن یا دوباره مسیرشون رو عوض کردن. حامد یه دفعه گفت عمر برای من دارو می گرفت. نوید فکر کرد درست نشنیده.
پرسید چی؟ حامد گفت اون وقتایی که با کارکنان حرف میزد برای من بود. دنبال دارو و وقت دکتر بود. نوید چند ثانیه چیزی نگفت. بعد پرسید پس چرا به من نگفت؟ حامد جواب داد چون من ازش خواستم که نگه. همین جمله یه چیز رو توی ذهن نوید جابجا کرد. عمر پنهونکاری کرده بود اما برای کمک. هنوز یه سوال اصلی باقی مونده بود. اگر عمر خبرچی نبود کی نقشه رو لو داده بود؟ حامد چند قدم دیگه رفت و دوباره ایستاد. این بار حتی سعی نکرد وانمود کنه حالش خوبه. به تنه یه درخت تکیه داد و با صدایی که از نفس کم آوردن بریده شده بود گفت نوید یه چیزی هست که باید بدونی. نوید به تاریکی پشت سرشون نگاه کرد و گفت الان وقتش نیست. حامد جواب داد اگه الان نگم شاید دیگه نتونم. نوید برگشت و به صورتش نگاه کرد. حامد چند ثانیه سعی کرد حرفش رو شروع کنه اما کلمه ها بیرون نمی اومدن. بالاخره گفت چند روز پیش با من حرف زدن. نوید پرسید کی؟ حامد گفت یکی از کارکنان وسط یک گفتگوی معمولی بهش گفته اگه درباره آدم‌هایی که میخوان دردسر درست کنن اطلاعات بده شاید بتونه پرونده پزشکیشو زودتر بررسی کنن. هیچ قول رسمی هم نداده بود. فقط گفته بودن شاید اسمش برای انتقال پزشکی مطرح بشه. نوید آروم پرسید تو چی گفتی؟ حامد نگاهش نکرد. گفتم یه برنامه‌ای هست. نوید چند ثانیه حتی نفس نکشید. بعد پرسید اسم منو گفتی؟ حامد گفت مستقیم نه. نوید دوباره پرسید اسم عمر رو گفتی؟ حامد جواب نداد. همون سکوت جوابش بود. نوید یه قدم عقب رفت. دستش رو از روی شونه حامد برداشت و پرسید تو درباره ما با همون آدمایی حرف زدی که 2 سال دارن اینجا نگهمون میدارن؟ حامد گفت فکر میکردم فقط جلوشو میگیرن. فکر نمیکردم اینجوری بشه. نوید خندید اما خندش اصلا شبیه خنده نبود. گفت فکر نمیکردی؟ حامد گفت من داشتم بدتر میشدم. هر بار میرفتن میگفتن صبر کن. هر دفعه یه فرم تازه یه نفر گفت شاید بتونه اسممو بذاره توی لیست بررسی فوری. من فقط نوید حرفش رو قطع کرد. فقط چی؟ فقط گفتی دوستات میخوام فرار کنن؟ حامد با صدای پایین گفت من زمان جدید رو نگفتم. حتی وقتی فهمیدم امشبه به کسی چیزی نگفتم. نوید جواب داد چون دیگه لازم نبود به اندازه کافی گفته بودی. حامد گفت من نمیخواستم کسی آسیب ببینه. نوید چند ثانیه نگاهش کرد. مردی که 2 سال سهم غذاش رو براش نگه داشته بود. مردی که شبهای ناامیدی کنارش نشسته بود و توی بازرسی براش دروغ گفته بود. حالا همون مرد دلیل اصلی این بود که عمر دستگیر شده و نیروها دنبال خودشون میگشتن. نوید بدون حرف راه افتاد. حامد از پشت سرش صدا زد نوید. نوید برنگشت. چند قدم رفت. بعد چند قدم دیگه. صدای حامد ضعیف‌تر شده بود. برای اولین بار اون شب نوید احساس کرد که اگر تنها ادامه بده شاید واقعا بتونه خودش رو نجات بده. دیگه مجبور نبود سرعتش رو به خاطر حامد کم کنه. دیگه مجبور نبود کمکش کنه تا راه بره. و دیگه مجبور نبود به مردی اعتماد کنه که اعتمادش رو فروخته بود. بعد صدای افتادن چیزی روی زمین اومد. نوید ایستاد. چند ثانیه همونجا موند. نه برگشت و نه جلو رفت. بارون از موهاش میریخت روی صورتش. صدای نفس زدن حامد به سختی شنیده میشد. نوید چشماشو بست. برگشت و رفت سمتش. حامد روی زمین افتاده بود و سعی میکرد خودش رو بالا بکشه. نوید کنارش زانو زد و بازوش رو انداخت دور شونش و گفت بلند شو. حامد چیزی نگفت. نه آشتی بینشون اتفاق افتاد و نه بخششی. فقط 2 مرد دوباره راه افتادن. یکی از نظر جسمی شکسته بود و اون یکی از چیزی که شنیده بود. محل پشتیبان همون سر راهشون بود. یه فضای خدماتی کوچیک که ژوزف هر روز برای کارش به اونجا سر میزد. وقتی بهش نزدیک شدن نوید چند لحظه ایستاد. دفترچه را از زیر لباسش بیرون آورد. صفحه ها توی یه پوشش ساده بودن تا خیس نشن. حامد نگاهش کرد و گفت اگه نرسیم چی؟ نوید جواب داد حداقل این میرسه.
دفترچه رو همون جایی گذاشت که از قبل با ژوزف قرار گذاشته بودن. نه علامت عجیبی وجود داشت و نه کار پیچیده‌ای بود. فقط جایی که ژوزف میشناخت و صبح روز بعد حتما از کنارش رد میشد. اما نوید هنوز مطمئن نبود ژوزف دفتر رو برمیداره یا نه. چند روز قبل خودش گفته بود قول نمیده. ممکن بود دفترچه رو ببینه و از ترس ولش کنه. ممکن بود قبل از ژوزف یه نفر دیگه پیداش کنه. و همه خطرهایی رو که کرده بودن حالا به تصمیم مردی بستگی داشت که خودش هم نمیدونست لحظه آخر چه کاری رو انجام میده. نوید و حامد دوباره راه افتادن. مقصد دوم یه نقطه نزدیک مسیر ارتباط با کلیسا بود. جایی که قرار بود اگر برنامه اول شکست خورد تا روشن شدن هوا منتظر بمونن. نوید دیگه نمیدونست رسیدن به اونجا چه چیزی رو حل میکنه. فقط میدونست اگر توی جنگل وایسن شانسشون کمتر میشه. حال حامد هم هر چند دقیقه بدتر میشد. وزن بدنش بیشتر افتاده بود روی نوید. چند بار پای نوید لیز خورد و هر دوشون نزدیک بود زمین بخورن. صدای نیروها گاهی دور میشد و چند دقیقه بعد از یه جهت دیگه برمیگشت. وقتی بالاخره یه نور کمرنگ از دور دیدن، نوید برای اولین بار احساس کرد شاید هنوز یه راهی مونده. حامد هم سرش رو بالا آورد. اون نور میتونست نشونه مقصد باشه. میتونست یعنی فقط باید چند دقیقه دیگه تحمل کنن. اما چند لحظه بعد صدای یه ماشین از جاده نزدیک شنیده شد. بعد نور چند چراغ دیگر رو دیدن. چند نفر از دور حرکت میکردن. مقصد دیگه هم نبود. یا نیروها داشتن منطقه رو میگشتن یا کسی حد زده بود آدمهای فراری ممکنه به سمت اطراف برن. نوید حامد رو پشت بوته‌ها نشوند. خودش چند متر جلو رفت و نگاه کرد. هیچ راهی برای رد شدن نمیدید. میتونه صبر کنه تا نیروها دور بشن، اما حال حامد اجازه نمیداد. حامد با صدای ضعیف گفت تو برو. نوید جواب نداد. حامد دوباره گفت دفترچه رو گذاشتی، کاری که باید میکردیم و کردی، تو برو. نوید به تاریکی روبروش نگاه کرد. شاید اگه تنها میرفت میتونست خودش رو از اون محدوده دور کنه. شاید چند ساعت دیگه پنهون بمونه. شاید به کسی برسه که کمکش کنه. هیچ تضمینی نبود، اما برای اولین بار یه احتمال کوچیک وجود داشت. پشت سرش حامد نفس میکشید، کوتاه و نامنظم. نوید نمیدونست اگه همونجا ولش کنه شاید تا صبح زنده نمونه. از اون طرف میدونست حامد همون کسیه که نقشه رو لو داده. همون کسی که باعث دستگیری عمر شده بود. همون کسی که آینده نوید رو به خاطر یه وعده مبهم به خطر انداخته بود. نوید تمام این مدت سعی کرده بود همه چیز رو کنترل کنه. اطلاعات رو پیش خودش نگه داشته بود. زمان رو جلو انداخته بود و هشدار عمر رو نادیده گرفته بود. و خودش تصمیم گرفته بود چه کسی چه چیزی رو بدونه. اما حالا دیگه چیزی نمونده بود که کنترلش کنه. نه مسیر دستش بود، نه زمان و نه نتیجه. فقط یه انتخاب باقی مونده بود. نوید یه تکه سنگ برداشت و پرت کرد سمت دیگه. صدا توی تاریکی پیچید. چند تا چراغ قوه فوراً برگشتن به همون سمت. بعد نوید از مخفیگاه بیرون اومد و دستش رو بالا برد. چند نفر دویدن سمتش. فقط گفت یه نفر اونجاست، حالش خیلی بده. نه از حامد دفاع کرد و نه توضیح داد که چه اتفاقی افتاده. فقط چند بار تکرار کرد که حامد به کمک پزشکی نیاز داره. نیروها نوید رو گرفتن و یه مرد دیگه رفت سمت حامد. حامد رو از روی زمین بلند کردن. برای یه لحظه نگاهش با نوید برخورد کرد. توی نگاهش ترس بود، شرم بود و یه چیزی شبیه عذرخواهی. اما نوید صورتش رو برگردون. فرار تموم شده بود. عمر رو گرفته بودن. نوید رو هم دوباره دستگیر کرده بودن. حامد همون مردی بود که هم دوستش رو فروخته بود، هم خودش رو تا مرز مرگ کشونده بود. اونا به رابطه کلیسا نرسیده بودن و هیچ کس نمیدونست دفترچه هنوز سر جاشه یا نه. اما صبح روز بعد ژوزف طبق معمول برای کار به همون محل خدماتی رفت. از شب قبل شنیده بود چند نفر فرار کردند. میدونست که نوید و بقیه به محل تماس نرسیدن.
این رو هم میدونست که نیروها دنبال هر نشونه‌ای میگردن تا بفهمن چه کسی بهشون کمک کرده. وقتی وارد محل شد اول چیزی ندید. چند تا وسیله رو جابجا کرد و بعد پوشش خیس اما سالم دفترچه رو دید. برای چند ثانیه بهش دست نزد. به خانواده‌اش فکر کرد، به کاری که به سختی پیدا کرده بود، به اینکه اگه دفترچه رو همراهش پیدا کنن شاید اخراجش کنن و یا شاید بدتر متهمش کنن که توی فرار پناهجوها نقش داشته. هیچ وظیفه‌ای نداشت به نوید کمک کنه. میتونست دفترچه رو همونجا ول کنه و وانمود کنه که اصلاً چیزی ندیده. صدای یه ماشین از بیرون اومد. ژوزف سریع دفترچه رو پشت یکی از وسایل گذاشت و از اونجا بیرون رفت. چند دقیقه بعد یکی از کارکنان درباره اتفاقهای شب قبل ازش سوال کرد. ژوزف گفت من چیزی نمیدونم. حتی وقتی اون مرد رفت باز هم سراغ دفترچه برنگشت. چند ساعت گذشت. نوید توی اتاق جدا نشسته بود و نمیدونست حامد زنده مونده یا نه. از عمر هم هیچ خبری نداشت. تنها چیزی که مدام توی ذهنش تکرار میشد تصویر دفترچه‌ای بود که شاید هنوز هم اونجا مونده و هر لحظه ممکنه یکی پیداش کنه. نزدیک پایان شیفت دوباره ژوزف برگشت به محل خدماتی. این بار ترسش بیشتر از قبل بود. دفترچه رو برداشت و گذاشت داخل لباس کارش و بدون عجله از ساختمون بیرون رفت. نه دوید و نه مدام پشت سرش رو نگاه کرد. فقط سعی کرد مثل هر روز عادی راه بره. اون شب دفترچه به رابط محلی کلیسا رسید. از اونجا نسخه‌هایی از نوشته‌ها برای آدم‌های بیرون از جزیره فرستاده شد. نه فوری خبری منتشر شد و نه فردای اون روز کسی برای نجات اومد. دفترچه دنیا رو عوض نکرد، اما چیزی که قرار بود پشت حصار بمونه از جزیره بیرون رفته بود. چند روز بعد نوید دوباره ژوزف رو دید. ژوزف برای انجام کاری وارد بخش شده بود. یه نگهبان نزدیکشون ایستاده بود و نمیتونستن با هم حرف بزنن. ژوزف بدون اینکه مستقیم نگاهش کنه ابزارش رو گذاشت روی زمین. وقتی از کنار نوید رد شد فقط یک کلمه گفت رسید. نوید همونجا ایستاد. نمیتونست هیچ واکنشی نشون بده. حتی مطمئن نبود درست شنیده. اما ژوزف دیگه برنگشت و چیزی هم نگفت. عمر بعد از مدتی برگشت به بخش. صورتش ورم کرده بود و موقع راه رفتن یکم میلنگید. نوید از دور نگاهش کرد. عمر هم دیدش، اما هیچ کدوم نرفتن سمت اون یکی. بینشون چیزی بود که نه با تشکر حل میشد و نه با عذرخواهی. حامد رو برای درمان اولیه برده بودن و چند روز بعد برش گردوندن. زنده بود، اما از قبل ضعیف‌تر شده بود. وقتی وارد بخش شد چند نفر دورش جمع شدن. ولی نوید همونجا ایستاد و جلو نرفت. شب حامد یک مقدار از غذاش رو کنار گذاشت. همون عادتی که نزدیک 2 سال بینشون بود. ظرف رو همون جایی گذاشت که همیشه برای نوید میذاشت. نوید ظرف رو دید اما بر نداشت. نجات دادن حامد به این معنا نبود که بخشیدتش. بعضی رابطه ها بعد از خیانت تموم نمیشن، اما هیچ وقت هم مثل قبل نمیشن. 26 آوریل 2016 چند هفته بعد از اون شب دادگاه عالی پاپواگینه نو اعلام کرد بازداشت پناهجوها توی مانوس خلاف قانون اساسی بوده. اما برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کردن، فردای اون رأی درهای مرکز باز نشد. هیچ کس همون روز آزاد نشد و نوید هم به استرالیا منتقل نشد. بلا تکلیفی ادامه پیدا کرد. وعده ها عوض نشدن. تصمیم ها عقب افتادن و آدم ها باز هم منتظر موندن. رأی دادگاه به معنی پایان فوری نبود. اما برای اولین بار یه نهاد رسمی گفته بود چیزی که اونجا اتفاق میفته نه عادیه و نه قانونی. نوید از مانوس فرار نکرد. اون شب به آزادی نرسید. نزدیکترین دوستش بهش خیانت کرده بود. مردی که بهش شک داشت خودش رو براشون قربانی کرده بود. تصمیم عجولانه خودش هم باعث شده بود همه وارد خطری بشن که شاید میشد جلوش رو گرفت. اما اون شب یه چیز از مانوس بیرون رفت که قرار نبود بیرون بره. صدای آدمایی که ماها و سالها پشت حصار منتظر مونده بودن.
تاریخ درخواستایی که هیچ کس جوابشون رو نداده بود. روایت آدم‌هایی که می‌ترسیدن حتی اسمشون هم فراموش بشه. نوید فکر می‌کرد آزادی یعنی خودش از جزیره بیرون بره. اما اون شب فهمید گاهی اولین چیزی که باید از زندان فرار کنه خود آدم نیست. حقیقته.